الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه توفیقات ارزشمند و مفیدش. همه توفیقات خداوند با ارزش هست، اما با ارزشترین و کاملترین توفیقات الهی توفیق هدایت به دین مبین اسلام هست. همه ما دنبال سلامتی هستیم و اسلام برای بالا بردن درصد بهداشت سلامت تلاش می کند و برنامه ریزی می کند. و سلامتی ما و جامعه ما و زندگی ما و فرزندان ما و آینده ما زمانی تضمین می شود که برنامه‌های سالم تو زندگیمون پیاده بشه، نیت‌های سالم داشته باشیم، تفکرات سالم داشته باشیم، نگاهمان نگاه به سلامتی باشد، تلاشمان تلاشی باشد که سلامتی را بیافریند. با برنامه‌های ناسالم سلامتی ایجاد نمی شود. با برنامه‌های آلوده و ناپاک پاکی ایجاد نمی شود. با برنامه‌های احمقانه و جاهلانه علم ایجاد نمی شود. اسلام یعنی بهداشت سلامت. هرچی بیشتر پایبند برنامه‌های خوب اسلام باشیم، ضریب سلامتی در ما و جامعه ما و زندگی ما بالاتر خواهد رفت. و خداوند دوست دارد که درصد سلامتی روز به روز در جامعه انسانی و اسلامی افزایش داشته باشد. به همین منظور در فرهنگ دینی ما و شما اگر یک مسلمان 2 روزش یک نواخت بگذرد، اون انسان موفقی نیست. اگر امروز و فردا تو برنامه‌های خوب ما و شما یک نواخت باشد، افزایشی درش نباشد، ما مسلمان خوبی نیستیم. انسان نباید دلهره از کار خیر داشته باشه. اگر کسی از کار خیر انجام دادن بترسه، این عاقبت به خیر نمیشه. در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صوب اخلاص بیاور در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. تو کار خیر نباید متردد باشیم. تو برنامه خوب نماز بخونم یا نخونم، قرآن بخونم یا نخونم، درس بخونم یا نخونم، روزه بگیرم یا نگیرم، خیر بکنم یا نکنم، حرف خیر بزنم یا نزنم. اگر دچار تردد شدی بدبخت شدی. تو کار شر هم نباید دچار تردد بشید. حسودی بکنم یا نکنم، یعنی چه حسودی بکنی یا نکنی؟
بخیلی بکنم یا نکنم، تکبر داشته باشم یا نداشته باشم. یعنی چی؟ تکبر داشته باشی یا نداشته باشی؟ خیلی عجیبه. ربا بخورم یا نخورم، سود کلانی داره. اینا صفات مؤمن نیست. در وصف مؤمنین آمده که اون قدر که از بدی میترسیدن که خدا اینا کرده، خداوند اونو قلمداد بکنه تو صفوف بدخواهان و بدکاران. میگن مؤمنین اگر مرتکب گناه صغیره میشد، حالتش علما میگن مثل انسانی که زیر کوهی بنشینه، زیر کوه خالی بشود و هر لحظه احتمال داره کوه بریزه رو سر و کلش، کوه پایین بیاد رو سرش. اگر مرتکب گناه صغیره میشد، گناه صغیرهشو مثل کوهی که زیرشو خالی کرده میخواد حیاتو ازش بگیره. امروز آیا مسلمان احساس میکنه که اگر مرتکب گناه صغیره شد، این گناه صغیره میخواد حیاتو از اون بگیره؟ و منافق میگه که گناه کبیره انجام میده، فکر میکنه که یک پشه رو بینیش نشسته با سر انگشتش یا فوتی، یعنی اینقدر گناه کبیره رو سبک حساب میکنه. حالا ما منافقیم یا مؤمنیم؟ کافیه با همین مثالی که علما زدن که انسان مؤمن خیر از دید خدا که اون خیره، از شر حتی اگر گناه صغیره هم باشه فکر میکنه کوهی زیرش خالی شده میخواد رو سرش بگیره جانشو بگیره. اگر دیدید که گناه کبیره مرتکب شدید، سبکی این گناه کبیره مثل یک پشه‌ای باشه که رو بینید بنشینه یا یک پروانه‌ای که رو دستت بنشینه با یه فوت کردن بلند میشه، فاتحت خوانده است. این صفت مؤمن نیست. چون مؤمن خیر نمیخواد یک شر تو پروندهش ثبت بشه. این معنیش این نیست که مؤمن خیر نمیخواد تو پروندهش شر ثبت بشه. معناشو خیلی بالاتر بگیم. مؤمن نمیخواد با مرتکب یک ارتکاب یک معصیت خدا روشو بر بگردونه ازش. پدران و مادران ما و شما وقتی میخوابیدن سر رو بالش میگذاشتن، همه تون میدونید آخرین جملهشون قبل از خوابشون خدایا نظر تو بر نگردد. من از بس این کلمه رو شنیدم از مادر، چون من تنها پسر خانواده بودم، مادر بزرگم اون با مادرم زندگی میکرد پیش ما. من بچه بودم، یک طرف مادرم خدا رحمتش بکنه مردگان ما و شما همه، یک طرف هم مادر بزرگم. تا سرشون میگذاشتن من بچه بودم نمیفهمیدم، فقط حفظ کردم این جمله از سرگذاشتنشون رو بالش، خدایا نظر تو بر نگردد. یک معصیت صغیره هم اگر تو پرونده مؤمنی نوشته بشه فکر میکنه نظر خدا ازش برگشته، چون خدا تحمل این که بنده مؤمنش در حال معصیت ببینه نداره، تحمل نداره. ولی شیطان تحمل این که بنده خدا رو در حال معصیت ببینه بیش از حده، اصلا خسته نمیشه از دیدنش. همینطوری که الله از تماشا کردن بندش در حال و انجام کار خیر لذت میبره و خسته نمیشه. چیزی که خدا رو دلخور میکنه کسی که انتظار خیر ازش داره بیاد مرتکب معصیت بشه. اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا یزن الزانی و هو یزنی، لا یزن الزانی و هو مؤمن، حین یزنی و هو مؤمن. جزاکم الله خیر. کسی که زنا میکنه هنگامی که زنا میکنه مؤمن نیست. هنگامی که شراب میخوره مؤمن نیست. ایمان در آمده و ایمان که در آمده
در حال معصیت. کسی که خدا انتظار خیر ازش داشت حالا بیاد از ایمان فاصله بگیره، خدا روشو برمیگردونه. سختیش تو اینه. مؤمن اینطوری حساب میکنه، نه این که من حالا یه خطایی کردم. نمیگه من خطا کردم، میگه نظر خدا رو برگردوندم. و نظر خدا برگشتن سخته. شاید هم انسان گناه بکنه، شاید خطا بکنه، شاید بلغزه. بعضی از جوانای خودمون میگن ما این همه گناه میکنیم، یعنی خدا بخشتمون. یعنی به جای رسیدن که دیگه ناامید یک دفعه. می دیگه روم نکن تو رو خدا نگاه بکنم، روم نکن دست قبولم بکنم، روم نکن در خونه خدا برم. در باز است، به ما تحویلگه. خودمون پشت میکنه. یعنی آدم به جایی میرسه که دیگه تو بازگشتش احساس میکنه خیلی سنگینه. بعضی موقع طرف میخواد دستشو بلند بکنه، خجالت میکشه. و شیطانم کمک میکنه که خجالت بکشه. نوعی از تکبر خجالته. خیلی جاها شرم و حیا و خجالت تکبره. اگر خجالت بکشی که توبه بکنی، این تکبره. اگر خجالت بکشی که از خدا معذرت خواهی بکنی، این تکبره. اگر رود نشه که از کسی که در حقش غیبت کردی، پشت سرش صحبت کردی، بهتانش زدی، اذیت و آزارش کردی، بری معذرت خواهی و حلال طلبی، این تکبره. شوخی بردار نیست. یه وقتی شیطان تو رو خجالتی میکنه که نخوای حلالی به طلبی، حالا از خدا، از همسرت، از پدرت، از مادرت، از اولادت، از همسایت، از دوستت، رفیقت، شریکت. وقتی خبرت شد یا خودت مردی یا شریکت مرد یا همسرت زودتر مرد، دیگه فایده نداره بری سر قبرش حالا من حلال کن. تموم شد. خداوند انتظار خیر از ما دارد. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترینید به شرطی که دو کار انجام بدید. خوبی رو شناسایی بکنید، عنوان خوبی رو بگیرید، آدرس بگیرید. وقتی توی شهری گم شدید، دنبال یه آدرسی با تلفن 100 جا زنگ میزنی، سوال میکنی سر این چهار راه، سر اون چهار راه، تا پیدا میکنی با این جور و این نفس. میخوای آدرس رو پیدا بکنید، بگید با این جون و این نفس. آدرس خوبی اصلا جای دیگه هست که آدرس بدیم غیر از قرآن، غیر از سنت؟ جای دیگه آدرس بلدید؟ 2 تا منبع برای خوب شدن وجود داره، منبع سوم وجود نداره: قرآن و سنت مطهر. کل خوبی ها اونجا چه؟ جمع شده. همین قرآن خودمون، همین قرآنی که تو خونهونه. یه پزشکی توسط یه دوستی به من زنگ زد، گفت فلانی پزشک شده، همون که میشناختیدش، نوجوان بود، میامد پیش شما با خانواده، بعد جوان شد، بعد دانشگاه رفت، پزشک شد. گفتم پزشک شده؟ خب الحمدلله، خوشحالم. گفت یک التماس دعایی داره از شما. گفتم چه التماسی؟ گفت یه جلد قرآن میخواد. گفتم این خیلی وظیفه منه، اگه لازم باشه 5 جلد قرآن براش میفرستم. کسی از من قرآن بخواد؟
ما هم رفتیم یه قرآنی که خطش خیلی و علمایی که این رسم الخط رو تصحیح کردن و برنامه‌شو نظارت داشتن، دقیق ترین نظارت رو پیدا کردیم. همین قرآنی که چاپخانه مدینه هست، گفتیم این براش بفرستیم که پزشک میخواد بالاخره. تو چاپ پاکستان خیلی اشتباه زیاد هست، ولی اونجا خیلی نظارت دقیقه. علمای بزرگ جهان اسلام، ازهر و دانشکده قرآن و علوم قرآن دانشگاه اسلامی مدینه نظارت کامل بر این چاپخانه دارن. قرآن برگشت. میدونی چه گفته بود؟ گفته بود که من یه قرآن قشنگ میخوام. این قرآن قشنگ نیست. گفتم سبحان الله، قرآن قشنگ و غیر قشنگ داریم؟ قرآن دقیق و غیر دقیق؟ بله، تو چاپ البته اشتباه املایی نداشته باشه، حروف رسم الخط عثمانی درش به کار گرفته شده باشه. قرآن رو برگردوندن، گفتن ما قرآن قشنگ میخوایم. خودم فکر کردم یعنی منظورش این که اگر قرآن، محتوای قرآن که همون کلام رب العالمینه، از سوره حمدش تا سوره ناسش، که اگر رو جلدم بنویسن، رو پوست حیوانم بنویسن قشنگه. محتوای قرآن قشنگ و غیر قشنگ نداره. اگه منظورش جلدشه، ورقشه، نقش و نگار دورشه. بعد سوال کردم، استفسار کردم، منظور این شاه داماد میخواست داماد بشه و این آقای پزشک منظورش چیه قرآن قشنگ؟ گفت که فلان تاریخ عقدشه، میخواد قرآنی باشه که خیلی شکیل باشه و با آب طلا و رنگ طلایی و اینا، میخواد تو سفره عقدش بگذاره. همون جایی که کیک 7 طبقه گذاشتن و شمع روشن کردن و گل گذاشتن و عروس خانم هم میخواد توربهاره و پوشه و یقه باز و آستین کوتاه و آرایش کرده و دوربین فیلم برداری و ارکستر هم داره میزنه. قرآن قشنگ میخواد که تو سفره عقدش بذاره. برای اولین بار شنیدم که قرآن قشنگ برام بفرست. مسلمان زاده قرآن فقط میخوان جلدش و شکل ظاهرش قشنگ باشه که توی بشقابی رو سفره عقد باشه، بس همین. سبحان الله. 3-4 روز پیش یه نفر تو خیابون دیدم که تو دستش تسبیح بلند سیاهی بود، میگفت سبحان الله سبحان الله. خیلی خوبه به نظر شما؟ خیلی خوبه. تسبیح دستش بود، میگفت سبحان الله سبحان الله، تو خیابون میرفت. به نظر شما تا اینجا خیلی خوبه؟ چرا جرأت ندارید؟ خوبه؟ ظاهرا حداقل خوبه، میگه سبحان الله. ولی تو دست یک دیگهش یه نخ سیگار بود، گاه وقت میگفت سبحان الله، گاه وقت هم یه پوکی میزد. من جو گفتم؟ خودم نفهمیدم. معذرت میخوام خدا اگه جو گفتم. تناقض تو مسلمان. میگن هم خدا هم خرما. حالا سیگار حتی خرما هم میشه. خرما که غذای کامله، بهترین غذاست. کسی صبح بعد از نماز قبل از اینکه چیزی ناشتا بشه هر روز 7 دونه خرما بخوره، خیلی عالیه. قدیم میگفتن که پیرزنا میگفتن که با دل خالی در مره که ساحرون مال سواحل مال باطنه، ببخشید
ساهرون مال باطنه دلت کنن. نادرم درسته یا نه؟ دلت کنن. هفت دونه خرما اول صبح قبل از ناشتا اگه بخورید خیلی عالیه. بعضی از علما گفتن منظور هفت دونه خرمای اجرا است، خرمای مدینه. ولی آقای بن باز میگه اگه بگیم خرمای مدینه تکلیفه، هر خرمایی. دیشب ساعتهای تقریبا 3 بود، تو لطیفی رسیدیم، دوباره همون دکه دیدم، یه دکه شیشه‌ای بزرگ با خط خیلی قشنگ نوشته بود اللهم صل علی محمد و آل محمد. پشت ویترین شیشه از بالا تا پایین انواع سیگارها تا زیر سقف، رو شیشه بیرون اللهم صل علی محمد و آل محمد، پشت شیشه همه پاکت ونستون و مارلبورو فرات تا آخر تا زیر سقف. قرآن فقط برای سفره 7 سین سال 1 بار گرد و خاک روی جلد قرآن تو خانه مسلمان ها فقط چه تو کشور خودمون زده میشه. فقط اول نوروز که خانه تکانی میشه قرآن لازم دارن تو سفره 7 سین بگذارن. برای استقبال سالم خود دیگه اگه چمک نبود خود دیگه چسبش نی، همه چی دیگه شده چمک، رقص. ختنه پسرش میکنه، چه خبره ارگ آوردن، پسرش ختنه کرده، ارگ مال ختنه پسرشه. بله. اینجا چه خبره، پسرش سربازی تمام کرده نز گرفتن. اونجا چه خبره، داره ارگ میزنه جاز میزنه، اینجا جشن تولد پسر 2 سالشه. سبحان الله. تنها عنوانی که میشه آدرس داد اونجا محل خوبی است، خوبی از اونجا خریداری میشه، قرآن و سنت. این انتظار اول خداونده. انتظار دوم خداوند و کذالک جعلناکم امة وسطا. خداوند از مسلمانی که خیر میشه انتظار داره که وسط باشه، معتدل، نه طوری با تقوا و خوب باشه که وانمود بکنه از پیغمبر با تقواتره، و نم لایبال غافل بی تفاوت دنیا آب ببره این رگی نداره که تکون بخوره، بی رگ. خداوند از ما میخواد معتدل باشیم. بعضی مسلمان ها امروز از پیامبر خودشونو با تقواتر معرفی میکنن. در زمان پیغمبر هم 3 نفر خودشونو معرفی کردن با تقواتر. پیغمبر خشم گرفت و عصبانی شد، منجر به یه خطبه شد، رفت روی منبر گفت ما بال اقوام یقولون کذا و کذا. اسمشون هم نبرد، گفت اینا دیگه چه گروهی هستن پیدا شدن تو امت اسلامی. و بعد گفت من با تقواترین شما هستم نزد خداوند، از من با تقواتر نیست. اینا دیگه چه گروهی هن؟ یه نفرشون گفته که من اصلا شب نمیخوابم تا صبح نماز میخونم.
نفر دوم گفته که اصلا من روزه وصال میگیرم، افطار نمی کنم. نفر سوم گفته که من اصلا ازدواج نمی کنم، شهوت رو کنار میذارم. یعنی خدا شهوت رو بیخاصیت داده؟ اگه شهوت نبود پس من و تو اینجا نبودیم. شهوت انگیزی است برای تولید مثل. مگر وقتی مردی عاشق زنی میشه و اونو به همسری انتخاب میکنه که با اون شهوت رانی بکنه؟ این شهوت درونیش به عنوان یک غریزه اونو تحریک میکنه که انتخاب همسر بکنه، تولید مثل بکنه و صفت درندگی رو از خودش دور بکنه. اگر نتونست ازدواج بکنه گرگ میشه دیگه، دنبال تولید مثل نیست، دنبال زناست، صفت گرگ پیدا میکنه دیگه، نمیخواد نسل انسانی ایجاد بشه. ولی وقتی که انتخاب همسر کرد صفت درندگی ازش جدا میشه، شهوتش سبب خیر میشه. خداوند چیزی بیخاصیت نگذاشته. این چه حرفی است؟ ازدواج نمی کنم؟ گفت من با تقواترینم، شب میخوابم، نمازم میخونم، روزه میگیرم، افطارم میکنم، ازدواجم میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من روگردان باشه از من نیست. خیلی حرفا. افراطی نباشید، چون هم افراط و هم تفرید سبب پایداری نیست، سبب نابودی است. این سه تا صفتی که خداوند و این سه انتظاری که خداوند از بندگانش و امت محمد صلی الله علیه و سلم داره، این صفات پایداری است. هر کسی این سه صفت را نداره پایدار نیست، ماندگار نیست، سالم نمیمونه. اگر خیر نشدید شر شدید، از بین میرید. اگر خیر شدید افراطی شدید، با تقواتر از پیامبر و تلاش کردی خوبتر از پیامبر خودتو جلوه بدید، از بین میرید. و اگر تفرید کردید تو خوبی، لایبال شدید، بی تفاوت شدید، بازم از بین میرید. باید وسط باشید، معتدل. معتدل نشانه پایداری و دوامه و استمراریته. به این توصیه های خداوند و انتظارات خداوند توجه بکنید. اما انتظار سوم، و كذلك جعلناكم ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون. انتظار سوم خداوند از ما و شما بندگانش این که این امت باید امت واحده باشه. بعد از خیر بودن، بعد از وسط بودن، امت واحده. اگر این امت دو تا شد، دو قسمت شد، پراکنده شد، خیر ازش گرفته میشه و نصرت خدا و توفیق و برکت و حمایت خدا ازش گرفته میشه. خداوند اونها رو واگذار میکنه به خودشون. حالا این دو دستگی چه در مذهب باشه و در دین باشه، چه در نسب باشه، چه در لقب باشه، در مال باشه، مسلمان نباید به خاطر این مسائل با هم اختلاف بکنه. اگر به خاطر قومیت باشه، به ایرانیتت بیشتر از اسلامیتت افتخار بکنید، به کرد بودنت، به بلوچ بودنت، به عرب بودنت بدبخت شدید. اگه نماز هم بخونی بدبخت شدید. به تاجر بودنت، به سفید بودنت، هیچ عاملی باید واحده امت واحده رو جدا نکنه. یه روزی ابوذر غفاری رضی الله عنه از دهنش در رفت، به حضرت بلال گفت یا ابن السودا،
ای سیاه زاده، ای بچه سیاه، ای سیاه زاده. بلال اصلا مات شد، مات و مبهوت شد. چی گفتی؟ ابوذر سرش انداخت پایین، نتونست برای بار دوم تکرار بکنه، چون از روی سهو و خطا بود، تعمدی نبود، از دهانش در رفت اینطوری. و اگر تعمدی بود تکرار میکرد ای سیاه زاده حقیر، ولی نتونست بار دوم بگی ابن السودا. همین که بار اول گفت بلال تو صورتش نگاه کرد، زبانش بند شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلع شد، ابوذر طلبید، رفت اونجا گفت یا اباذر ابدعوا الجاهلیت و انا بین اظهرکم. دوباره نعرات و شعارات جاهلیت، شعارهای جاهلیت، و هنوز من زنده هستم بین شما. ابوذر پشیمان شد. بلال و قسم داد، گفت برادر من آروم نمیگیرم تا این که رو خاک بخوابم تو این جمع و صورت به بالا. تو با این نعلینی که روی خاک راه میری محکم بکوب تو پیشانی من تا درسی باشه برای من و برای دیگران که در حق هم چنین اشتباهی نکنیم که این امت رو تقسیم بکنیم، سیاه و سفید، فقیر و تاجر، زشت و زیبا. زشت کسی که معصیت خدا میکنه، زشتی کسی که چیزی که معصیت خدا سبب زشتی میشود، و زیبایی طاعت خداست. نه پوست سیاه و پوست سفید نشانه زشتی و زیبایی است، نه جیب پر و جیب خالی نشانه خوبی و بدی است، نه پست و مقام و حاکم شدن و از اون طرف رعیت شدن نشانه قرب و بعد از خداست. نزد خدا قبیح معصیت خداست. اگر از یک سفیدزاده و آقازاده هم و سیدم که جزو آل رسوله این معصیت رخ بده و سر بزنه، اون قبیحه. قرار نشد هر کسی لقب سید گرفت از آل پیامبر مشروب بخوره، مردم دست به سینه بشه که سید نفرین تکن. چیزی به سید مگه، درسته مشروبی خوردی، هیچ چیزی مگه. پیرمرد سیدی رو دیدم، خدا رحمتش بکنه، تو صف نماز دیر آمد. من بچه بودم، اقامه نماز شده بود، لاجوانی تو صف ایستاده بود، بازوشو گرفت پرتش کرد بیرون، میخواست تکبیر بگه، رفت جاش ایستاد. چرا زودتر نیامدی؟ چون سیدی با اقامه نماز بیاد باید بری صف اول بیستید، اون بچه و نوجوانو بازوش بگیری پرتش بکنی، اقامه نمازم شده. روزی یکی از اشرافزادگان مدینه دزدی کرده بود، آوردنش پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله تصمیم گرفت دستشو قطع بکنه. نگاه کردن خود نمیشه، یه نفر واسطه بکنید که خیلی عزیزه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیدن که زید، رسول الله خیلی ناراحت شد، سرخ و سفید شد. به زید گفت که اتشفع فی حد من حدود الله، تو شفاعت میکنی که من حدی از حدود خدا رو به اجرا نگذارم، انجام ندم، تو مانع جریان حدود خداوند داری میشی، اجرای حدود خداوند. بعد گفت که اگر فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم دزدی بکنه دستشو قطع میکنم. فاطمه بنت محمد، تنها چیزی که میتونه در این امت دو دستگی بیاره معصیت خداست. چیزی که سبب اختلاف من و تو بشه نباید بلوک باشه، که عرض و طول بلوک، مگر اینکه ظلم باشه.
لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. اما دو تا برادر مسلمان با همدیگه پشتن، کارد و خیار، دو تا برادر تنی، دو تا همسایه، رو مسائل پوچ، حتی نماز عیدم نمیتونه اونها رو آشتی بده، نماز جمعه هم نمیتونه اونها رو آشتی بده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر مسلمونی 3 روز به برادرش پشت بکنه، هر کدوم زودتر مردن جهنمیه. بیشتر از 3 روز حق نداری با برادرت پشت کنید. ما امت واحدیم، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. هر چیزی که سبب دو دستگی در امت اسلامی بشه، خشم خدا بر اونه. و هر کسی که عامل فتنه‌ای و دو دستگی باشه، خشم خدا بر اونه. الفتنه نائمه لعن الله من ایقظها. فتنه خواب خدا لعنت بکنه هر کسی که اونو بیدار بکنه. و الفتنه اکبر من القتل. در قرآن 2 جا فتنه، یکی شدیدتر از قتل و یکی بزرگتر از قتل معرفی شده. قوت ما، نصرت خدا، پیروزی ما، موفقیت ما تو وصف سومی است که خدا انتظار از ما داره که امت واحد باشیم. 3 تا انتظار خدا از ما داره و هر 3 تا عامل موفقیت و توسعه و توانمندی و پیروزی و پایداری است. و وقتی این 3 تا صفت از ما گرفته میشه، پایداری و ماندگاری و خیر و خوبی و برکت و نصرت خدا هم از ما گرفته میشود. فراموش نکنی که خدا انتظار خیر از ما دارد. به شر مشغول نشو. اگر شوق کار بد داشتی، بدون که خدا ازت برگشته. هر چی زودتر باید بر بگردی به خدا و خدا رو به خودت بر بگردونی. 2 معتدل باشی. تقوای خودتو قویتر از ابوبکر و عمر و عثمان و رسول الله جلوه ندید. لایبال و بی تفاوت هم نسبت به جامعه خودت نباشید. و 3 همیشه عامل وحدت و یکپارچگی و کنار هم بودن و برای هم بودن و محبت همدیگر و دوستی همدیگر و لذت بردن از اخوت و برادری و نصیحت و همدلی و همفکری و همراهی. هیچ چیزی بالاتر از این نیست. این 3 تا رو فراموش نکنید. در خاتمه از حوصله همه شما تشکر میکنم. به خاطر خدا نشستید، قطعا خدا مزدتون رو خواهد داد. برکت تو زندگی خودتون و فرزندانتون میاد. حضور تو این جلسات معنوی، و باید تشکر بکنم از برادرمون حامد محمدی که امشب سبب خیر برای بندگان خوب خدا شد که این مراسم توی این روستا برگزار بشه. حتی من تو اسکله لافت که وارد شدم، دوست کردی دیدم اونجا، خیلی ناراحت شد. گفت که امشب مراسم هست ولی من کشیکم. خیلی دوست داشتم بیام. حسرت میخورد. نشانه ایمانه. انسان مؤمن جایی که خدا دوست داره پیدا بشه پیدا میشه، اونجا گم نمیشه. و انسان مؤمن جایی که خدا میگه اینجا نباشی، اینجا نبینمت، اینجا باید گم باشی، نمیگه من میرم خودمو نشون بدم. خدا میگه اینجا خودتو نشون نده، اینجا آفتابی نشو، اینجا دوست ندارم تو رو که بنده من هستی تو رو ببینم، گم شو. اگر اونجا پیدا شدی بدبخت شدی. و خاتمه عرایزم، علما میگن که کاری نکن که به شر و چیزهای بد مشهور بشی. اگه تو روستای خودت هم بچرخی، تو محل کوچکم باشه، بعضی از افراد معروفن به فلانی خیلی حسوده، تو همه جامعه ها هست، میگن فلانی خیلی مغروره. شاید چند تا متکبر باشن ولی میگن فلانی خیلی مغروره، فلانی حسوده، فلانی چشم زن، چشمش خیلی بده.
تو همه روستاها و محله ها افرادی مشهور شدن به چیزهای بد. فلانی چشمش حسوده، نه اون طرف رد نشید که اگه ایزد دیگه بلند نابی. خدا نکن که ما معروف بشیم به چشممون حسود باشه. فلانی بخیلن هست تاجر، یعنی بخیل به چه کسی میگن بخیل؟ کسی که نداره بهش میگن بخیل؟ خب کسی که نداره چیزی نداره ببخشه. بخیل به کسی میگن که داره میتونه ببخشه، کم هم نمیشه نمیبخشه. خدا نکن که داشته باشید تو جامعه اسمت به بخیلی بره. فلانی احمقن، بعضی هم بهشون میگن فلانی احمقن، فلانی بی سواده، فلانی هیچی حالیش نیست، ولی میگن که تو فلان جا فلانی ماشاءالله خیلی خیرخواه و دلسوزه، خانوادتا اینطورن، فلانی خیلی مهمان نوازه، از قدیم آبا و اجدادشون مهمان نوازرن، خیلی مردم در این خونه نونشو خوردی. فلان خانواده عالم دوستن. یه وصف خوبی که درباره مردم جزیره از قدیم من شنیدم و این وصف بدونید جزیرتی ها که این وصف کمکتون کرده 80-90% تا الان خوبی تو جزیره بمونه. مردم جزیره 80-90%شون مگر اون 10% که اخیراً خراب شدن که هنوز موندن به خاطر این که یک عشق و علاقه خاص محبتی به علمای دین دارن. هنوز حرمت علما تو جزیره من به یقین میتونم بگم هنوز تو خون مردم هست، تو ذات مردم هست، بدون تبعیض حرمت علما رو حفظ کردن و این سبب پایداری خواهد شد. یا انسان باید عالم باشه یا دوست عالم داشته باشه، یعنی رفیقش باشه، دوست به معنی رفیق همراهش، یا عالم و دوست داشته باشه. اگر خودش عالم نیست و دسترسی نداره که همیشه رفیق باشه به یک عالمی، همیشه این طرف و اون طرف باشه، مرحله سوم حتما قلبا خودش و خانواده و بچه هاشو تشویق بکنه، تربیت بکنه که علمای دینشون رو دوست بدارن. این سبب خیر و برکت میشه. من ضیایی رو نمیشناختم. شناخت من رو ضیایی از پدرم و مادرم شروع شد. حاجی نحوی رو نمیشناختم، خدا رحمتشون بکنه. همیشه از پدرم و مادرم میشنیدم که میگفتن حاجی نحوی. سوال کردم بابا حاجی نحوی کیه؟ این شیخ ضیایی که تو میگی شیخ ضیایی کیه؟ از این دوستی من خیر دیدم. خیرش همینه که اینجا ایستادم به فضل خدا. اگر نه خانواده ما عالم نبوده توش. این خوبی رو برای خودتون حفظ بکنید. ما الان تو جزیره از همین محبت علما چیز حدود 300 تا طلبه خوب داریم. تو جزیره قشم 300 تا طلبه خوب داریم. خداوند به همه ما و شما توفیق عنایت بفرماید که در همه امور کاری رو انجام بدیم که رضای خودش درش باشه و سبب خاتمه به خیری ما و شما بشود. بگید آمین. تو دعا نگید انشاءالله، تو دعا فقط بگی آمین، یعنی اجابت کن. انشاءالله تو دعا معنیش اینه اگه خواستی منو ببخش، اگر خدا خواست منو ببخشه، خدا منو رحم بکنه انشاءالله، نه خدایا منو رحم کن. تو دعا قطع
با مشیت نه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما و اجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. پروردگارا ما از تو محبتت را میطلبیم و محبت کسانی که محبت تو رو در دل دارند و محبت عملی که ما را به محبت تو برساند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النيران وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. موفق و مؤید باشید در دنیا و آخرت. همدیگر رو حلال بکنید، دست همدیگر بگیرید، یه لبخندی هم به عنوان هدیه و صدقه تو صورت همدیگه بزنید. دست بچه‌های کوچیکم بگیرید، نگاه نکنید که بغل دستتون نشسته چه لباسی پوشیده، دست همه رو بفشارید. التماس دعای خیرم از شما دارم، برای من و خانواده‌ام و بچه‌هام هم دعای خیر بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.